مرد به عبدالله ابن دینار رحمه الله گفت که برایم نصیحت بکن. در جواب فرمود اتق الله فی خلواتک، در خلوت و تنهایی از الله بترس و از گناهان بپرهیز. یعنی در جایی که کسی تو را نمی بیند خداوند را حاضر و ناظر بدان و از گناهان دور باش. بله، واقعا انسان اگر پنهانی های خود را اصلاح کند آشکار او خود به خود اصلاح می شود و صداقت خود را با خداوند اثبات می کند. پرهیزگاری کردن در تنهایی و خلوت کار مردان خدا است. نه هر کسی می تواند در تنهایی از گناهان دور باشد، چون خیلی کار مشکل است. پروردگارا از گناهان پنهانی ما را دور بگردان و از جمله پرهیزگاران بگردان. آمین یا رب العالمین. اگر نصیحت کردن نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.